توی این ویدیو میخوام کاشت ژلیکس رو آموزش بدم. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید از چنلمون. کاشتی که خیلی آسونه، از کاشت قالبم آسون تره و اگه درست و اصولی انجام بدین اونطوری که من میگم حتی ماندگاری هم داره و به ترمیم میرسه. حالا یه توضیح درباره ژلیکس بدم. این ژلیکس خب بعضی مدل داخلش ماته، اما بعضی مدل ها مات نیستش، مثل ژلیکس من. انواع فرم ها هم داره، مربعی داره، تیز داره، بادامی و گلدونی، کوتاه و بلند. فقط موقع خرید حتما باید دقت کنین که ژلیکس باشن و روش نوشته شده باشه. ببینید روی قالب نوشته پلاستیک فرم، ولی روی ژلیکس نوشته ژل فرم. این یکی از مشخصاتشه. حالا بریم سراغ آموزشش که چطور نصب میشه و ببینین که چقدر آسون و چقدر تکنیک داره. اول اینکه بچه‌ها سایز کردن ژلیکس با سایز کردن قالب فرق میکنه. ژلیکس مثل تیپ میمونه، باید کاملا سایز ناخن باشه. اگه دیدین ژلیکسی قسمت ریشه سایز نیست، اونم میتونین مثل قالب برش بدین. اگرم که سایز فیکس ناخن رو پیدا کردید که چه بهتر. یه نکته که توی کاشت ژلیکس هستش اینه که نیاز به دورگیری داره، چون وقتی نصب میشه اگه دقت کنین یه پلگی داره دیگه، پس باید این نوع کاشت دورگیری براش انجام بدین و اینم در نظر داشته باشین. اگه داخل ژلیکستون مات نبود حتما با یه سنباده کاغذی داخلش رو مات کنین. خب حالا چیزی که هسته، شمایی که اومدین توی لاین قالب، خب یکی از مشکلات و معضلاتتون دورگیریه دیگه. میدونم که براتون سخته، ولی من میخوام اینجا یه ترفندی بهتون یاد بدم که ژلیکستونم نیاز به دورگیری نداشته باشه. خب من میتونم قبل از اینکه ژلیکس رو بچسبونم روی ناخن دورگیریمو انجام بدم که وقتی بره روی ناخن نیاز به دورگیری نداشته باشه. میبینید بچه‌ها یه پلگی داره دیگه، درسته؟ ما میخوایم این پلگی رو قبل چسبوندن از بین ببریم. حالا چطور این کار رو انجام میدیم؟ با چه زاویه‌ای؟ با زاویه 45 درجه، دقیقاً با همون زاویه‌ای که وقتی ژلیکس روی ناخنه دورگیری باید انجام بدم، یعنی همون زاویه 45 درجه. من میتونم با سوهان دستی و زاویه 45 درجه یک مقدار سوهان کشی کنم با فشار دست خیلی پایین. دقت کنین که نمیخوام ژلیکسم پاره بشه، اگه خیلی فشار بدیم پاره میشه. دقیقاً با همین زاویه. به این صورت. خب حالا اینجا سوالی که پیش میاد اینه که چطور مطمئن بشیم که دورگیریمون رو انجام دادیم و نیاز به دورگیری پایان کار نداره. خب باید تستش کنیم. اینجا بعد اینکه یه مقدار سوهان کشیدیم
تستش میکنم که متوجه بشم که دورگیریم اوکی شده. من یه مقدار سوهان کشی کردم، حالا میبرم روی ناخن تستش میکنم. با یه پوشر پلگی رو تست کن. اگه هنوز پلگی داشت سوهان کشی تو ادامه بده. انقدر این کار رو ادامه بدین تا روی ناخن پلگی ایجاد نکنه. خب دوباره من تستش میکنم. یه مقدار دیگه سوهان کشی لازم داره. خب حالا چون مرز بین اون قسمتی که سوهان کشی کردیم و بین کل کار یه تیزی به وجود میاد، اونم با یه مقدار سوهان کشی اگه زاویه ای ایجاد شده بود اونو هم از بین میبریم. خب اینجوری دیگه خیالتون راحته که دورگیری نیاز نداره. اگه دورگیریتونم خوبه که این مراحل رو نیاز نیست انجام بدین. چون من بین شاگردام خیلی دیدم که دورگیری براشون سخته، گفتم این تکنیک رو به شما هم بگم. خب حالا بریم واسه چسبوندن ژلیکسمون. من زیرسازیمو انجام دادم. اگه زیرسازی رو ندیدین من لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم، برید و ببینید. خب حالا باید چی کار کنیم بچه ها؟ برای چسبوندن ژلیکس من پیشنهادم رابر بیسه. شما میتونین از بیس ژل هم استفاده کنین ولی بهتره که رابر بیس استفاده کنین. خب مهمترین نکته قبل چسبوندن ژلیکس که ماندگاری کارمو به شدت بالا میبره و اکثر مدرسان اینو نمیگن، اینه که قبل رابر بیس زدن داخل ژلیکس و یه لایه نازک پرایمر بزنید و بذارید که خوش بشه در مجاورت با هوا. و حواستونم باشه پرایمر غیر اسیدی استفاده کنین. میتونین از بیس هم استفاده کنین ولی همونطور که گفتم رابر بیس ماندگاری بهتری داره. خب بچه ها دقت کنین، اول از همه براش رابر بیسم رو تمیز میکنم. خیلی حجم زیادی نباید بزنیم. خب یه حجم خیلی کم بر میداریم و توی ژلیکس یه لایه نازک میزنیم. به این صورت کل کار رو بپوشونید. بعد از اینکه این کار رو کردیم یه حجم بیشتری رو بر میداریم و خالیش میکنیم توی قسمت ریشه. خیلی حجم زیادی هم نباشه. در این حد کافیه بچه ها. حالا ژلیکس رو از لبه آزاد میگیرم بین انگشت شست و اشارم و با زاویه میبرم سمت ریشه. حالا به آرومی روی کل کار میخوابونم. اگه بلند شد دوباره چسبوندین اشکال نداره چون ما زیرساز داریم، زیرسازمون خراب نمیشه. اگه اون زیرسازی که توی ویدیوهای قبل آموزش دادم انجام بدین مشکلی پیش نمیاد بچه ها. لینکش رو داخل دیسکریپشن و بالای صفحه قرار میدم، حتما ببینین.
دستمو محکم روش قرار میدم و اینکه دیگه دغدغه ندارین که آیا اگه فشار بدم مواد میزنه بیرون، اگه فشار بدم لبه آزادم میشکنه، پله میشه و دیگه این مشکلات رو ندارین. حواستونم باشه هیچ هوایی نباید توش باشه. اگه هوایی ایجاد شد اون هوا باعث میشه کاشتتون موندگار نشه. و همینجور که محکم گرفتم و دیدم هوایی نداره میبرم زیر یووی انگشتی 20 ثانیه کافیه. بعد زیر کار رو اگه کثیف بود تمیز میکنم. بعدش میتونین دست رو بردارین چون رابر خودشو گرفته و بعد بذارین داخل دستگاه تا کامل خشک بشه. خب اگه بازم حس کردین که قسمت ریشه پلگی داره اونو میتونین از بین ببرین، ولی این مدلی که من بهتون آموزش دادم اگه دقت کنین نیاز به دورگیری دیگه نداشت. و اگه زیر کار رابر مونده بود هیچ مشکلی توی دوام کارم ایجاد نمیکنه ها، اما واسه اینکه کارمون تمیز در بیاد یک مقدار کلینزر میزنیم تا نوچیش گرفته بشه و بعد با یه سرسوهان شنی یا سرسوهان دورگیری میتونین مرتبش کنین. و بچه ها یه نکته دیگه این که ژل تیپ ها رو اگه خواستین روش لاک ژل بزنین بهتره که سطح کار رو یه مقدار خط و خش حتما بندازین. نکته بعدی این که شما از ژلیکس هم میتونین به عنوان پایه استفاده کنین. میتونین با فاصله از ریشه بچسبونین و روش استحکام سازی انجام بدین مثل کاشت 2 مرحله و لمینت روش انجام بدین. و اینکه اینا چون خودش فرم داره شما میتونین قدش رو کوتاه کنین یا فرمش رو تغییر بدین. هر کاری دوست دارین میتونین انجام بدین و بعد لاک ژل و تمام. سطح کار رو یه خط و خشی خیلی جزئی میندازین در حدی که مات بشه. و اینجوری که من کاش زدم اگه شما هم دقیقا همین مراحل رو انجام بدین و اون زیرسازی که من آموزش داده بودم و حتما انجام بدین، این ناخن 1 ماه تا 40 روزم ماندگاره. خیلی ممنون میشم حمایت کنین از کانالتون، لایک، کامنت و کانال رو سابسکرایب کنین. اینم نتیجه کار. ببینید چه کاشت دلبری شد. نظراتتون رو حتما کامنت کنین.